10 سال پیش در همین شب و روز در تاجیکستان فروش سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی روغن آغاز گرفت و در مدت کوتاه سرمایه زیادی جمع آورده شد. امروز کم خانه هست که در آن سهمیه روغن وجود نداشته باشد. تا حال به صاحبان سهمیه هیچ بهره یا دیویدند داده نشده است، اما مقامات توصیه می‌دهند که مردم سهمیه‌ها را حفظ کنند، زیرا با پایان یافتن ساختمان نیروگاه فایده این کاغذهای قیمتناک را خواهند دید. ولی این سهمیه‌ها حالا چه اهمیت دارند و صاحبان آنها چی میگویند؟ موضوعی بود که همکارم عبدالله اشورов پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب با گذشت 10 سال از معرکه فروش سهمیه‌ها مردم به این برگه ها چگونه می‌نگرند و انتظاریشون چیست؟ سلام شهلا. ساکنان آنهایی که سهمیه‌ها را خریده بودند و ما با آنها هم صحبت شده میگویند به دیویدند و یا بهره سهمیه‌های روغن چندان امید ندارند، اما تاکیدشان این است که همان پول‌هایی که برای ساختمان این نیروگاه در زمانش داده بودند در ساختمان صرف شود و هر چیز زودتر کشور با برق تامین گردد. برای مثال یکی از همصحبتان ما گفت اگر یک سامانی از پول‌های براغون روان کردش از سوی مسئولان دزدی شده باشد هیچگاه نمیبخشد. او افزود شاید هزاران نفر دیگر از سهمیه‌داران روغن نیز بیشتر برق منتظرند تا دیویدند و یا سود از سهمیه‌ها. برقی که هنوز ساکنان تاجیکستان از کمبود آن رنج میبرند. روز 5 ژانویه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که دوباره لیمیت جاری کرد. ساکنان روستانشین در تاجیکستان که 70% جمعیت کشور را تشکیل میکنند شب‌های سرد زمستان امسال برق نمیگیرند. عبدالله، البته آینده سهمیه‌ها را مقامات دخلدار معین میکنند. آنها چی میگویند؟ آینده سهمیه‌های روغن چیست؟ شهلا، به قول مقامات از جمله زهرا موسویeva سردار شعبه سرمایه‌گذاری و کاغذهای گرانبهای نیروگاه روغن آن پول‌هایی که از فروش سهمیه‌ها جمع شده بود برای خریداری تجهیزات مقصدناک گویا صرف شده است. موسویeva افزود موافقی نقشه تنها در صورت به پورگی به کار در آمدن 6 چرخه نیروگاه و انجام رسمی ساختمان نیروگاه برق آبی روغن ساکنان می توانند بس درآمد از سهمیه‌های آن امید بندند. در صورت به کار در آمدن اگریگات های این نیروگاه به گفته او ساکنان پسان می توانند از آن درآمد بگیرند. دولت تاجیکستان از 6 ژانویه سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه‌های روغن را آغاز کرده بود. حکومت با مبلغ 6 میلیارد سامانی 5 میلیون عدد سهمیه‌های روغن را با ارزش‌های 100 500 هزار و 5000 سامانی نشر کرد. در این معرکه 890 میلیون سامانی از فروش سهمیه‌ها و همچنین پول‌های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد. فهمو، تشکر عبدالله برای صحبت.